آموزش بدم که چطور استاپ پلینگ گوشیتون رو فعال کنید و دیگه نگران این نباشید که در حین گوش دادن به موزیک شما خوابتون ببره و این موزیک همینطور پلی بشه. برای این کار ابتدا وارد اپ ساعت گوشیتون میشید. تو این صفحه همونطور که میبینید قسمت پایینش 4 تا قسمت داره که ما وارد قسمت تایمرز میشیم. بعد وارد قسمت when timer ends میشیم. تو این صفحه تو قسمت پایینش استاپ پلینگ داره. تیک رو روی استاپ پلینگ میذاریم و ست رو میزنیم. بعد ساعت و دقیقه و ثانیه رو تنظیم میکنیم هر چند دقیقه‌ای که میخوایم باشه. بر فرض مثال من تایمر رو روی 10 دقیقه تنظیم میکنم. بعد از تنظیم تایمر دکمه استارت رو میزنیم. همونطور که میبینید تایمر من به مدت 10 دقیقه شروع به شمردن میکنه و بعد از 10 دقیقه به طور اتومات موزیک من رو قطع میکنه. ممنون از همراهیتون.